салом дӯстони гиромӣ, ҳаводорони забонҳои хориҷӣ. хушомадед ба дарси навбатии имрӯза. дарси забони англисӣ аст. аз силсила дарсҳои англисӣ дар 99 рӯз дарси 21 шуд аллакай. мо 20 дарсро хушбахтона гирифтем ва умед дорем ки шумо низ ин дарсҳоро навишта гирифтед ва такрор мекунед. аз дарси 21 тасмим гирифтем барои шумо муколама гуфтугӯҳо пешниҳод кунем, яъне conversation. аз дарси 21 то дарси 70 conversation пешниҳод мекунем, яъне 100 conversation, 100 муколама, гуфтугӯ, диалог. خب امروز یعنی هر یک درس دو دیالوگی میگیریم، دو مکالمه‌ای میگیریم. امروز دیالوگ یکم یا اون conversation یکم where are you from تو از کجایی؟ و دیالوگ دوم do you speak English یعنی تو با زبان انگلیسی صحبت میکنی؟ خب دوستان گرامی، کسانی که میخواهند زبان انگلیسی را تیزتر یاد بگیرن گپ زنیشه، یعنی برای اونها گراماتیک مهم نیست، برای اونها مثلا خواندنش مهم نیست، خب نوشتنش مهم نیست، گپ زدنش مهم است، پس همین توجه کنید که همین 100 گفتگو رو از خود کنین و شما به ملال با زبان انگلیسی گپ میزنید. خب یعنی به ملال با زبان انگلیسی گپ میزنید، به شرطی که همین 100 گفتگو رو، 100 مکالمه رو شما از یاد کنید. اما کسانی که میخواهند که هم گپ زنن، هم گراماتیک را کم بیش دانن و هم خوانده و نوشته توانند، هم فهم گراماتیکی داشته باشند، خب تا درس های 99 ما رو پیگیری کنن. یعنی انگلیسی در 99 روز، امروز 21 درس است، تا درس های 99 پیگیری کنن و انشالله که اون چیزی که مهم است برای گپ زدن، برای فهم یک زبان، ما برای شما پیشکش می‌نماییم. خب conversation 1 where are you from؟ گفتگوی یکم شما از کجایید؟ خب در اینجا زیبا میگوید hello یعنی سلام، کریم میگوید hi اون هم میگوید سلام. زیبا میگوید how are you چی حال داری؟ چی خیلی؟ how are you؟ کریم میگوید I'm good how are you؟ من خوبم، تو چی حال داری؟ من خوبم، تو چی حال داری؟ زیبا میگوید good do you speak English؟ یعنی خوبم یا خوب. چخیل در زبان روسیه как у тебя дела؟ хорошо. خوب. do you speak English؟ تو انگلیسی گپ میزنی؟ تو با زبان انگلیسی گپ میزنی؟ خب کریم میگه a little یک کمه. a little گفته یعنی کمه، اندکه. خب وقتی که از ما و شما میپرسن که انگلیسی رو میدونی، یک کم بیش. خب آن همین a little یعنی یک کم بیش. a little are you American یعنی تو امریکایی هستی؟ تو از امریکا هستی؟ زیبا میگه که yes بله. کریم میگه where are you from یعنی تو از کجایی؟ وقتی که یک نفر خطی و میخریم در زبان روسی خلاص که ви откуда یا откуда ви откуда یعنی تو از کجایی، شما از کجایید. آن همون میشود where are you from یعنی تو از کجایی. زیبا میگه که I am from California یعنی من از کالیفرنیا هستم. کریم میگه nice to meet you یعنی از شناسایی شدم. زیبا میگه nice to meet you too من نیز از شناسایی شدم. خب اینها رو
اینها رو میتوانیم نام‌های شهرها رو عوض کنیم و کشورها رو. Are you a little are you Tajik؟ یعنی تو تاجیک هستی؟ Are you Tajik؟ تو تاجیک هستی؟ خب میگوید yes. زیبا میگوید بله من تاجیک هستم. yes. Where are you from؟ تو از کجایی؟ I'm from مثلا دوشنبه. I'm from دوشنبه. Nice to meet you. Nice to meet you too. خب این بود conversation یکم، گفتگوی یکم. Where are you from؟ تو از کجایی؟ میرویم به سراغ گفتگوی دوم. گفتگوی دوم conversation 2. Do you speak English؟ گفتگوی دوم آیا تو زبان انگلیسی رو میدونی یا که با زبان انگلیسی گپ میزنی؟ خب این گفتگو در بین فیردوس و ملک هست. فیردوس میگوید که excuse me are you American؟ ملک میگوید no. فیردوس میگوید do you speak English؟ ملک میگوید که a little but not very well. خب فیردوس میگوید excuse me are you American؟ ببخشید شما آمریکایی هستین؟ ملک در جواب میگوید no. نه من آمریکایی نیستم. فیردوس میگوید do you speak English؟ آیا تو با انگلیسی گپ میزنی؟ یعنی مقصد انگلیسی رو میدونی؟ آیا تو انگلیسی رو میدونی؟ ملک میگه a little but not very well. یک کم بیش لیکن اونقدر خوب نه. یک کم بیش لیکن اونقدر خوب نه. فیردوس میگه how long have you been here؟ how long have you been here؟ چند مدت شد تو در اینجا هستی؟ چند مدت شد تو در اینجا هستی؟ یعنی در اینجا شاید که در امریکا صحبت دارن این گفتگو را. میگه چند مدت شد تو در اینجا هستی؟ خب ملک میگه 2 months یعنی 2 ماه شد. فیردوس میگه what do you do for work؟ what do you do for work؟ what do you do for work؟ یعنی تو چیکار میکنی؟ چیکاره هستی؟ what do you do میشود بگیم یعنی what do you do چیکار میکنی؟ what do you do for work یعنی چیکار میکنی؟ خب ملک میگه I'm a student من دانشجو هستم. how about you؟ تو چی؟ فیردوس میگه I'm a student too. خب این رو ترجمه کردیم یا که نکردیم؟ ترجمه کردیم. I'm a student too من نیز دانشجو هستم. خب کسانی که در پریمیر هستن به این سوال جواب بدن. کسانی که نیستن میتونن در کامنتاریا در زیر همین ویدیو به همین سوال ها نویسن جواب بدن. خب سوال یکم سوال یکم آیا تو با زبانی انگلیسی گپ میزنی؟ یعنی مقصد آیا تو زبان انگلیسی رو میدونی؟ اینو با زبان انگلیسی ترجمه کنیم. سوال دوم تو از کجایی؟ خب سوال سوم از شناسایی شدم. مرحمت. کسانی که در پریمیر هستن با همین 3 سوال جواب گردونن ترجمه کنن همین 3 جمله رو و کسانی که بعد میبینن نوار رو در زیر همین ویدیو در زیر نوار میتونن که اینها رو ترجمه کنن و گذارن. آیا تو با زبان انگلیسی گپ میزنی؟ خب یکم سوال. دوم سوال تو از کجایی؟ سوم سوال از شناسایی شدم. انا همین 3 سوال رو ترجمه‌اش نویسیم. خب درسی گذشتم و فکرم وظیفه خانگی داده بودیم. بله در اینجا نوشتگی است که سگی من خب این کتاب از آن من است، قلمی تو سبز است. اینها رو ترجمه
گفتیم. خب جوابش می‌نویسیم. خب کسانی که جواب داده باشن تشکر، کسانی که جواب نداده باشن در دفتر خودشون نوشته باشن جواب را با جواب‌های خودشون مقایسه کنن. سگ من یعنی میشه که my خب my dog سگ من. خب این کتاب از آن من است. خب this book is mine. This book is mine. این کتاب از آن من است. خب این کتاب از آن من است. ما درس گذشته دو نمود جانشینی ها را گرفتیم، یعنی possessive adjectives و possessive pronouns. یعنی نگاه کنیم mine, the pen is mine. This book is mine. This book is mine. اما می شود بگیم که این کتاب از آن من است. This my book. This my book. This my book. این کتاب از آن من است. در ترجمه اینقدر فرقی ندارد، اما در انگلیسی وقتی که mine آوردیم بعدش دیگه اسم نمیاد. ما وقتی که my آوردیم پس پیش از اسم میاریم. اگر my بیاریم پس این خی میاریم. خب this is my book. This is my book. خب این رو از درون قوس میگیریم تا که هر دو جواب باشه. خب نگاه کنیم this book is mine یا اینکه this is my book. تا اینجا خب this book is mine. قلم تو سبز است. قلم تو سبز است. your pencil is green. Your pencil is green. این وظیفه خانگی درسی گذشته بود. وظیفه خانگی درسی امروزه اینها هستند. خب در همین جا درسی امروزه به پایان رسید. کوشش کنین این دیالوگ ها را، گفتگو ها را، مکالمه ها را نوشته گیرین و از یاد کنین. خیلی مکالمه های مهم هستند. See you next class. Bye bye.